با من نبودشید بریم دیت واسه ولنتاین. تقریبا آمادم، صرفا این سری کارهای کوچیک دارم که انجام بدم. یه ذره دلم میخواست که ابروام پرتر و پرپشت تر دیده بشه. یه جوشم زدم اندازه داستانان و واقعا نمیدونم باید چیکارش کنم. کم کانسیلر میزنم و زیر چشام یه کوچولو روشن‌تر بشه، یه کوچولو، نه خیلی. ممکنه الان اینجوری باشید که چرا انقدر ساده داری میری ولنتاین، ولی خب یه موقعی هم لازم نیست خیلی این وری باشی بعد اون وری باشی. میخوام یه ذره کانتور کنم همینجا رو استخون گونم، رو به بالا بلندش میکنم که این زیر سایه بیفته انگار هرچی رو براشم مونده از کانتورم رو دماغم میکشم، بعد اینجاش مهاریا کن میارمش توی ابروم اینطوری. و حالا ستاره این داستان مداد مشکی. پایین رو نگاه میکنم، بالا رو پر میکنم، اینطوری بعد به چشمتون میدید. بعد از اونجایی که چشماتون اشک میفته اون سیاهیه یه ذره میاد پایین، پلک پایینتون هم یه کوچولو مشکی میشه ناخودآگاه، ولی خب خیلی خوشگل. یه کوچولو رو بونه موجم رو مشکی میکنم و بعد با چش باز پخشش. حالا ببین اینجاش قشنگه. اگه برانزر زده بودی یا از همون کانتورت ولی با رنگ گرم، رنگ سرد نباشه، اینو بلند میکنم توی پلکم. خیلی قشنگ و زیبا ولی خیلی کم. داره ماسک لب یا برق لب یا بالم لب، هرچی دوست دارید. یادتون باشه نرم های جامعه برای شکسته شدن ایجاد شدن، پس لازم نیست حتما شبیه همه باشید، ولی اگه شبیه همه بودید هیچ اشکالی نداره. من خیلی وقتا شبیه همه. فعلا تا یه ویدیو دیگه